عظما سلام، منویات تو قربون. وقت داری یک جپی درباره ناترازیا بزنیم؟ الان درگیرم، باید یه نامه بفرستم برای پوتین. چه جالب، واسه پوتین نامه نوشتی؟ چی نوشتی؟ عظما سلام، نامه پوتین رو به دستش رسوندم. آورین. عظما نامه رو کی نوشتی؟ کی دادی به عراقچی؟ کی فرستاد؟ ما خبر نشدیم اصلا. الو گلپا، بیا نامه چین رو ببر ارسال کن. برای چینم نامه نوشتی؟ ما اصلا نفهمیدیم. بابا سلام، ترامپ این نامه رو فرستاده. وای، ترامپ نامه فرستاده؟ واسه رئیس جمهوره، بده بخونم. دستتو بچش، واسه من نامه فرستاده، نه واسه هویج. ای بابا، ما رو گرفتید شما. ما ناسلامتی تو این نظام رئیس جمهوری، ما از هیچی خبر ندارم. من این به اون نامه میده، اون به این نامه میده. بفرما، ما هویجیم دیگه. بشین بابا، تو اگه هویج بودی ویتامین آ داشتی، هویج هم نیستی، مصرف خوراکی هم نداری. ببین من تو رو آوردم که فحش خورم بشی. فعلا برو با ناترازی ها سر و کله بزن تا خبرت کنم. زرشی جانم عظما، نامه داری ببرم این ور اون ور؟ ببین زرشی، اگه مذاکرات شکست بخوره مبصر توی، یا گفته باشم بابا تو در میارم.